اگه تو هم میخوای لوکیشن تو به شکل پشم ریزونی عوض کنی لایک کن، بیا بهت بگم چجوری. خب برید داخل گالری، فیلمتون رو باز کنید و یه اسکرین شات ازش بگیرید. وارد سایت ادوبی فایرفلای میشیم و از این قسمت با استفاده از جیمیلمون یه اکانت میسازیم. وارد این صفحه میشیم، گزینه آپلود ایمیج، عکسی که اسکرین شات گرفتیم رو انتخاب میکنیم. حالا با استفاده از ابزار براش که بی ساب مونده رفته این زیر، محیطی که میخوایم تغییر بکنه رو انتخاب میکنیم. از این قسمت خواستمون رو برای هوش مصنوعی مینویسیم و گزینه جنریت رو میزنیم. حالا از این بالا عکسمون رو سیو میکنیم. تا علاقمون خوش نشده سریع برمیگردیم داخل برنامه کپکات، فیلم و عکسمون رو لود میکنیم، فیلم رو روی حالت اوورلی قرار میدیم و میایم از این قسمت گزینه ماسک، خیلی با حوصله و با دقت میایم دور عکسمون رو ماسک میکنیم و تمام.